سلام، من سبام. به یه ویدیوی دیگه با من خیلی خوش اومدین. بریم که میخوام قضیه یه روز از منو بهتون توضیح بدم با ویدیوهایی که گرفتم. اول از همه نظرتو برام بنویس و کانال سابسکرایب کنو که بدونم کنارم هستی. امروز که از خواب بیدار شدیم شبش از این بروکای ترکیه‌ای واسه صبحونه گرفته بودم. گفتم که دیگه یه صبحونه متفاوت باشه دیگه. داخل این بورکا پنیر و گردوه. بعد چون همسر جا برای صبحونه سیب و از این دنه پسته‌ای هم که خیلی دوست داره کنارش گذاشتم با یه حالت خواب‌آلودگی یا بهتون بگم، چون اینجا ساعت حدود 7:45 صبح. خب دیگه گفتم حالا با حالت خواب‌آلودگی همچین صبحونه ای رو آماده کنم و بخوریم که بریم به کارامون برسیم. اول از همه اینو بگم که صباتون صبح باید یه لیوان آب بخوره. بعد من دیگه صبحونم رو نخوردم، برداشتم که برم خونه مامانینا. اولم به گلام آب دادم. خب درسته هوا خیلی گرمه، یه تعداد از گیاهام خشک شدن. خب اینایی که موندم بهشون آب دادم. بعد تو ویدیو کامل نیافتاده، بذار ببین. آره افتاده. ببین محصولم هم یه گوجه فرنگیه، قربونش برم من، واسم قرمز شده. بعد با همسر جان زدیم بیرون. گفتم که منو ببر کجا؟ خونه مامانینا. بابای عزیزم که همیشه ها واسه صبحونه نون تازه میخره. چون من رفته بودم خونهشون، مامانم گفت که واسه از اون املت های مامان پز درست کنم. بعد میدونین دیگه کلا خونه مامانا همه چی یه مزه دیگه داره، چای، صبحونه، حالا همه چی. خب بعدش با مامان و خواهرم زدیم بیرون و رفتیم یه مرکز خرید تجاری که اسمش کوه نوره. واسه اونایی که میگم که نمیدونن، تو نصرا کوی اشکانه. بعد باز صبا از این پیرانا دید رنگای پینترستی که من عاشقشونم. یه رم که از این گیرا خواهرم خرید. بعدش همینجوری گشتیم چند تا پاساژ دیگه اونجا. اینجا پاساژ رویاله. بعدش رفتیم ستاره باران. اینجا هم یه مرکز تجاری دیگه است که همون تو خیابون نصف راهه. وسایل قشنگیه. ولی صبا از این دستگاه کافه ها دید که من عاشق این کافه های دستگاه هم، خیلی خوشمزه است. بعد یه قشتکی تو این مرکز تجاری زدیم. گلوگیا هم که بمونه حتما میخرم. وای وای از اینجا نگم که عاشق این وسایلام. آخره تفریح به کجا ختم میشه؟ به این خوشمزه های دلبر. گفتیم ناهار رو هم بخوریم و بعد بریم خونه. حالا هر کدوممون یه چیزی سفارش دادیم. من از این هات داگا سفارش دادم. حالا معدم هم درد میکرد، گفتم حالا اون کم باشه، این واسه مامانم، اینم واسه خواهرم که خیلی خوشمزه بودن. چایمونم زدیم دیگه، اگه قسمت بشه بریم خونه. رسیدیم خونه، ببین با چه صحنه‌ای مواجه شدم. آخ من قربونش برم، فداش بشم. ببین چه مدل خوابیده. همسر اومد و ما برگشتیم خونه و بعدش با موتور زدیم بیرون، رفتیم پنچری. و به کجا چنین شتابان تو جاده؟ اگه گفتیم رفتیم کارخونه. یه سری به باغ و کارخونه زدیم. سگای عزیزم که برگم رفته میترسن. بعد اصلا تو جاده موتور سواری یک کیف دیگه میده، واقعا حس خوبی دارم. آخرشم رفتیم خونه ماماینا، مافیا دیدیم، تموم شد.